اون بنده خدایی که میخوایی دارم. فریبا میگم روبروتو نگاه کنی، پسر یه تعطیل شدم. این کدوم ایناست؟ اونا پسر قرمز است. اینا شلوار کوتوله. الکی نگی. لباس پیرن قرمزه، داره کتاب بخونه. همونه؟ اومدم اینجا که 2 تا خبر بد بهت بدم. خبر مگه از این بدترم هست؟ آره هست. گیسو خواهر رضاست. نگران اون روزم که بفهمه قتل خواهر ناتنیش کار تو بوده. دیوونم نکن. اصلا نمیتونم، من اعصابم خیلی خرابه. من دیگه نمیتونم خونه پیمان بمونم. باید برگردم اینجا. برگردم اینجا. به خدا اگه من حرفی بزنم بیا همینجا، من کاری ندارم. هر چی که تو بگی، هر چی تو بخوای. تنها راهش اینه که سند 6 تنگ خونه رو بزنی به نام من، وگرنه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. همین الان پا میشه میای شرکت. کارت دارم. چرا چیز شده؟ چیزی نشده. فقط باید ببینمت. اینجا چه غلطی میکنی؟ برو بشین تو ماشین، میخوام با صحبت کنم. یه در خونه کار دارم. برو واسه سر کوچه الان میام. وقتی بهت میگم برو توی ماشین به خاطر اینکه نمیخوام عربده بزنم که همه دنیا، همه محل بفهمن که تو چه حیوانی هستی. برو بتمر تو ماشین. بهت میگم برو تو ماشین. برو ببینم. بعد اونی که این همه پولو به تو داده آشناس؟ چه مریض رضا؟ سوال واسه چیه؟ چون باید بدونم. سوالت خوب نیست. بشین سهیل. تو اینجا 110 میلیون مهریه پگا رو دادی، 110 میلیون از حساب بانکی خواهر من کم شده. بگی ببین. بعد از دعوای من و پگا گیسو به من گفت که میخواد از اون خونه بلند شه. گفت که من میتونم برم خونه‌شو بگیرم. با صاحبخونه قرار گذاشتیم برای بازدید خونه، میتونی از صاحبخونه بپرسی. بعد اون داستان کوفتی مهریه پیش اومد. گیسو از پگا خوشش نمیومد، گفت حاضره که این پول به من قرض بده. من این پولو قرض کردم، از خواهر تو این پولو قرض کردم. آقا رضا بعد تا قرون آخرشو بهش پس بدم. رفتم چکو بگیرم ازش. شوهر خواهر اسبق جنابالی رسید خونه. گیسو از من خواهش کرد که من قایم شم تو دستشویی، برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد. چیکار با هم کردم؟ تو سر فرهاد تومور بود اندازه گردو. دکترها گفتن یه چند وقت بستری بشه، یه دوره شیمی درمانی بشه، حالش خوب میشه. یه چند وقت هم از سربازیش مونده که فکر کنم دیگه معافه. تو واقعا این پولو برداشتی دادی خرج دوا درمون داشت؟ ببین من پول تو رفیقاتو پس میدم. فقط یه هفته بهم وقت بده. چرا وایساده منو نگاه میکنی؟ بشین تو ماشین بریم دنبالشون. بشین دیگه بریم دنبالشون. دختر من خواستگار زیاد داره، اما اونی که همسط و همسنگش باشه متاسفانه پیدا نکردیم. ببخشید که رو راست میگم، اما شما اون کسی نیستین که لیاقت دامادی منو داشته باشین. درسته. منتها چون انتخاب دخترم هستی، من مخالفتی با این ازدواج ندارم. خب مبارک باش، دست در نکنه. رضا رفته پرینت حسابای گیسو رو در آورده. فهمیده من 110 میلیون از خواهرش قرض کردم. قرض کرد که چی؟ این یعنی مدرک، یعنی سرنخ. دیر یا زود پلیس میاد سراغ من. توقع نداری که من قتل گردن بگیرم؟ بگو. من الان ببرن تو بازداشتم میکنن، بعدم شاید ادامم کنن دیگه. نه مامانم اون وقت چی میشه؟ بابام مثلا چی میشه؟ اعتبار خودم، آبروم. الان باز چی وایسید اینجا؟ برو دیگه. نمیخوام وایسم اینجا. برو، با تو نیستم مگه سویم. خندی و خندت مثل اون اولا نیست، اینجایی اما فکرت اصلا این جاها نیست. جوری غریبی میکنی با من که انگار حتی قیافم واسه تو آشنا نیست، حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. که تو رو از دست
بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود، تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری، که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود، تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به رومه. کسی که بین ماها رو به هم زد، حالا دیگه هیچی میون ما دوتا نیست، من دست و پامو توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست، هر روز میگم با خودم مردم براش تا بعدم نپرسم از خودم هر روز چرا نیست، این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود، تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری، تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود، تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به رومه. تو جرأتشو نداری من این کارو باید انجام بدم. چقدر پول میخوای که به کسی چیزی نگیم؟ بگو تو رو خدا خجالت نکش، عدد بده. تو حتی بلد نیستی چطور از آدم ها خواهش کنی. احمق، همه چی تو پول میبینی؟ چطور میتونی اینقدر احمق باشی؟ این احمق به خاطر تو بی‌لیاقت رفت اونجا. خواستم به این زنه بفهمونم حق نداره با شوهر من رابطه داشته باشه. کدوم رابطه؟ ما چند سال با هم زندگی کردیم پگاه؟ چند سال؟
من توی این مدت نمیتونستم به تو خیانت کنم. شرایطشو نداشتم. موقعیتش برای من مهیا نبود. من کاری رو کردم که هر زنی واسه زندگیش میکنه. کدوم زندگی پگاه؟ تو تمام طول این سالا منو به خاطر مرگ اون بچه سرزنش کردی. بهم توهین کردی. فکر میکنی من عاشقش نبودم؟ فکر میکنی من دوست نداشتم پدر اون بچه باشم؟ مگه من عمدی کشتمش؟ تو عمدی عشقمونو کشتی. جای من بودی الان چی کار میکردی؟ میشه از اینجا فقط بری. برو تو رو خدا. باشه میرم، ولی باید حرفمو گوش کنی. چیکار کنم؟ باید خونه رو به نامم بزنی. این هم بهونه واسه اینکه برسی به اینجا. خیلی نامردی. اصراری نیست، راه دومی هم هست. چیکار کنم؟ آقا برو اینجا وای نست. بله چشم، الان میریم. تصمیم تو بگیر. تو رو خدا برو اینجا وای نست. برو تو رو قرآن مجید. یه کاریش میکنم صبح دیگه. خداحافظ. ببخشید من شرمندم. نه با تو چرا عذرخواهی می‌کنی عزیزم؟ اتفاقی نیفتاده که. نه اب نداره. برو قربونت. خدا. برو تو. خداحافظ. شبت بخیر. ممنون. سلامم برسون، در تماس هستیم با هم دیگه. دستتون در نکنه، خدا نگهدار. برو تو. شب بخیر. شبتون گرم آقا رضا، خیلی حال دادی اومدی. اینم میچسبودیم ورتر دیگه رو کلا رد نمی‌شد. با ما نمیای؟ نه خستم، میخوام برم بخواب. شب شادومات. بله. بهتر بود قبل از اینکه بیاری اینجا ما رو سکه‌ای پول کنی با خانواده دختره حرف می‌زدی. بذار بره بالا، داره میری. بعد گرچه دهنش در اومد گفت. چیز بدی نگفت، عفو بدی نزد، چیز بدی گفت آره. پیرمرد عذرخواهی کرد سری دیگه. کی عذرخواهی کرد؟ عجبا کینه گرفتیم به دل آقا. ما عذرخواهی کردم من. تو شنیدی عذرخواهی بکنه؟ واسه خودت میگم. این دختره خانواده‌اش به درد تو نمیخورن. بابای رسما از تو خوشش نیومده. دیگه بسته ناجور. آره. نخند. بابا توهین شده به هممون. نه یه قلق داره، قلقشو بگیرم دستم دیگه همه چی درست میشه. این همه به تیکه انداخت لال بودی؟ یا عاشق بشی لال میشی، کور میشی، چل میشی رضا. عاشق شدی تو الان؟ آره خیلی. تو همچین مواقعی آدم نمیاد تصمیم احساسی بگیره که قربونت برم. دیوونه است بابا این. از عقلت استفاده کن. ازدواج شوخی بردار نیست پیمان. همین که تو از عقلت استفاده کردی در مورد این رفیقمون برای جد آباد خاندان ما بس. ماجرای من و ریحان فرق میکنه. ماجرای من و دوری جونم فرق میکنه. واسه پیمان جلو نیا الان میخوای بیای تأثیر بذاری. من میدونم. یه سوال. تو واقعا این دختر رو به خاطر پولش میخوای یا عاشقش شدی؟ عاشقش شدم. جون ریحان گفتم. راستشو بگو. آقا من به فکر آینده همه هستم. من دارم تلاش میکنم سرمایه جذب کنم. نگفتم؟ یه فکرایی تو سرشه بابا. پیمان خان شما سرمایه از دست نده، سرمایه گذاری پیشکشه. اون دختره چی شد؟ اونی که با سرمایه گذاری آورده بودی؟ دختره گم شد. آب شده رفته تو زمین. با خراب نکنین شب گفتم عقلتون رو ندین دسته. این گوش نمیدین دیگه. باشه بوس پیمان دوستتون داره. برو پی کاره. رضا برو اون بما. برو دیگه. میرم بخواب. کجا؟ گفتم سرم درد میکنه میخوام برم بخوابم. من چقدر سرم درد میکنه. خیلی خوابم ببین چند وقت اصلا نخوابیدیم. من میرم تو اتاقم رو تخت خودم بخوابم. تخت خودت؟ آره دیگه. ببخشید من نگفتم اینو بهت. من این خونه رو با همه لوازمش میخوام.
گفتم که برم رو تختم. اتفاقا اینجا چقدر راحته پگاه. این مبله من خیلی روش خوابیدم. امتحان کردی؟ پالش بیارم برات. گود نایت. بابا چرا داد میزنی؟ میشنوم دیگه. آروم، صدات خیلی بلنده بابا. یعنی چی؟ مگه قرار این نبود که من بعد از اینکه اومدم خونتون صحبت کردم بعد پول ما رو بدی؟ و الان چی میگی؟ عجب بامبولی در میاری تو بابا جان من. بعد عقد که دیگه باید همه پولو بدی. زوه درست رو بذار بگیرمت. زوه زوه چه پارو محمود خانه میپیچونی؟ ما رو قال میذاری؟ ما خودم آدم میپیچونیم. تو من سر کار گذاشتی پیچونی؟ چی شد؟ چی شد؟ گفتم دیگه نیستم. ای بابا راه بده دیگه. یه شب 2 ساعت میرم مسابقه میدم برمیگردونم ماشینو. تو مثل که حالیت نیستا؟ یا من خیلی وقت کشیدم بیرون دیگه رئیس نمیدم. خب تو حالیت نیست الان. مگه تو قراره پشت فرمون بشینی؟ تو فقط سودتو میگیری. ببین خوشگله تو کلا مثل که 6 میزنی. میگم من نیستم. رسیدم به زندگی. دور و بر شهرم خط کشیدم. بی خیال من شو. 50-50 خوبه دیگه. ای باختی چی؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست. اگه باختم این پولش از جیب من میره. تو فقط تو سودش شریکی. خیلی خوب. الان کدوم یکی از اینا مال منه؟ اینا رو که کلا بی خیال. یه 206 بهت میدم، موتورش تقویت شده، تیونینگه. 0 تا 100ش هم 8 ثانیه است. آسفالت وسط گاز میزنه. آخ خیلی خوب بس دیگه بابا. ترکوندینم بس دیگه. دستمال اومد دقیقا بده. خفه شو. چه بیشورایی هستی. روزه بزن بابا. تو فکر کردی با کی طرفی آشغال؟ هیچ معلومه کدوم گوری هستی؟ خیلی وقت منتظر دستم. آقا محمود بی‌معرفت. دم شما گرم. زهر نزن. بگو هدیه کجاست؟ هدیه کی هست؟ منو میکشونی سر قرار دخترها رو فراری میدی؟ اونو میگی بابا. اون خیلی بی‌معرفته. اصلا تیزی میزی از جیبش در آورد گذاشت تو شارعی هم گفت باید بری. نری نمیدونم میزنم ما رو اصلا برد دیگه. به من نمیخواد دروغ بگی. دختر کدوم گوریه؟ میگی یا بگم استخوناتو خورد کنم؟ جان تو دروغ نمیگم. میگم گروگان گرفته بود منو. چموشی اما من رامت میکنم. خیلی خوب فشار نده. باشه چی میخوای؟ موبایلش رده بیار. باشه خب ول کن بدم دیگه. ول کن. ای بابا بفرم.
رمزش چیه؟ آقای محمود رمزشو بگو. آقا اون مالی آدمیه که توش یه چیزایی داره نمیتونم بگم. بچه ها رمزو میگه نه؟ بله ولکن. حالا بگو رمزش چیه؟ 8585 8585 ولکن گفتم دیگه با خفم کردی. پس هستی دیگه. الو پیمان، خوش موقع زنگ زدی، ماشین جور شد. به به عروس خانوم، میخوای بخری؟ از شنیدن صدای من خوشحال نشدی؟ گوشه پیمان دست تو چی کار میکنه؟ چیه؟ نگرانشی؟ پاش بی اینجا، جمعه. فقط تو یکی کمی، بهمون خوش میگذره. چرت و پرت نگو. گفتم پیمان کجاست؟ نمی‌کشی؟ نه یکیش. نگران نباش، داره بهش خوش میگذره. ای برای چی؟ آی الکی صدا داره. وای گفتم. گوش کن، دیر برسی اینجا جنازه‌شو بهت تحویل میدم. الان چی کار اون داری؟ اون چه ربطی به این قضیه داره؟ هر کاری یه تاوانی داره. این بازی رو تو شروع کردی، من تمومش میکنم، اما اونجوری که من دلم میخواد. مگه تو پولتو نمیخوای؟ من تا 2 روز دیگه پول تو جور میکنم میارم میدمت. پول؟ تو فکر کردی درد من پوله؟ دختر احمق، من خودتو میخوام عزیزم. ببین عوضی، مثل اینکه سری پیش یادت نیست چه اتفاقی افتاد. دست پاتو بستم به تخت، اونجا میتونستم رگت هم بزنم ولی این کار نکردم. این دفعه دیگه نمیذارم قصر در بری ها. واسه من لغوز نخون. چی میگه؟ گوش کن، یا همین الان تن لشتو جمع میکنی میای اینجا، یا این پسر چلقوزو میگم بکشش. اصلا من چی؟ میخوای بکشیش؟ بکشش. یه لحظه دوباره بگو. میگم میخوای بکشیش؟ بکشش. عجب نامردی بکشش. اون تا خونش میفته گردن تو. اگه نمیخوای اینجوری بشه صبر کن 2 روز دیگه با پولا بیام. باشه 2 روز صبر میکنم، ولی وای با حالت اگه نیای، وای با حالت هدیه اگه دیر بیای. شماره‌شو یادداشت کن. کسی که واسش انقدر مشت و لگد خوردی سفارش کرد بکشمت. شنیدی که؟ ببینم تو چه کارشی؟ خفه شو. مرو معرفت اومدی به خرج بدی یا هم دستشی؟ من فکر میکردم خرتر از من وجود نداره، اما میبینم تو دست من از پشت بستی. امیدوارم شانس بیاری و سر حرفش بمونه. من آدم خلافکار و بزن بهادری نیستم. من یه آدم دلباختم که مال من باختم، اونم به یه الف بچه. اینا رو گفتم که بدونی کاری که من کردم خلاف قانون نبود. برو بابا، خلاف قانون نیست چیه؟ با این 2 تا آقای محترم با شدی اومدی اینجا یواشکی ریختی تو خونه من، زدی آشالاش کردی ترکوندی، بعد میگی کار خلاف قانون نمیکنم. فراری دادن یه دختر کلاهبردار چی؟ قانونیه؟ کی اون کلاهبرداره؟ بدبخته بابا، بیچاره است. برادرش افتاده گوشه بیمارستان داره میمیره. همین کارا به خاطر اون کرده. کدوم بیمارستان؟ کدوم برادر؟ اینا همش مزخرفه، دروغ میگه. آقا من خودم دیدم، دیگه به چشای خودم که اعتماد دارم، دیدم میگم. اون خیلی چیزا به من نشون داده بود، اما همش دروغ بود. اون دختر جادوگره، شعبده بازه. حتی شک دارم که اسمش هدیه باشه. اسمش هدیه که نیست، اسمش فریباست. از اولم اگه میگفتین آقا جان فریبا رو میخوام، من میگفتم فریبا کجاست. چون گفتی هدیه منم گیج شدم. باشه یه بار دیگه هم گوسفندا رو بشمار. خب باشه مامان، شب بخیر. شب بخیر. چه بچه‌ای. چایی میخوری رضا؟ نه. چی شده باز؟
رضا میگم چی شده؟ هیچی، چیزی نشده. هیچی؟ من که میشناسم تو رو. اینجوری چشمات داره دو میزنه یعنی حتما یه اتفاقی افتاده. حالا یا تو شرکت طوری شده یا با پدرت سر گیسو حرفتون شده. بهت گفتم اجازه بده من این ماجرا رو به مادرت بگم. اگه گذاشته بودی الان قضیه تموم شده بود، رفته بود پی کارش. نه بابا اصلا موضوع حرفا نیست. چیه پس؟ گیسو غیبش زده. چند روز ازش خبری نیست. موبایلش هم جواب نمیده. میترسم اتفاقی افتاده باشه براش. ما که خیلی خوب نمیشناسیمش. شاید از این آدم هاست که یهو گوشیشون رو خاموش میکنن، نمیخوان با کسی حرف بزنن، میخوان تنها باشن. شاید نمیدونم، زنگ بزن از حاجی بپرسون، حتما بهتر میدونه. پرسیدم. میگه سهم الارث گیسو رو داده، قرار بوده از اینجا بره. یعنی گیسو اومده بوده سهم الارثشو بگیره بره. خانواده هم نمیخواسته. تو باور میکنی؟ مسئله هم اینجاست. من شک دارم گیسو رفته باشه. چطور؟ چون وسایلشو نبرده. همه وسایلش تو خونه است. حتی وسایل شخصیش. تو رفتی تو خونهش؟ جونم. جانم ماما. الو؟ آقای شکیبا؟ سلام آقای دامون تهرانی. بله خودم هستم. فردا میخواستم ببینمت. باید با هم حرف بزنیم. از گیسو خبری شده؟ نه ولی اگه باور کنی منم به اندازه تو نگرانم. نگران گیسو یا پروژه هاتون؟ منم دلایل خودمو دارم. یه لحظه گوشی. بهم اعتماد کن، میخوام کمک کنم. خیلی خوب. کجا باید ببینمت؟ فردا 10 صبح جلوی خونه گیسو. چرا اونجا؟ همونجا بهت میگم. خداحافظ. پس چرا نمیای پایین؟ بیا دیگه. کیه؟ کی هستی؟ به جای دور ببینمت. هدیم فریبا، حالا هرچی. بیا پایین کارت دارم. رها برش اینجا چیکار میکنی؟ اینا همین دور و برن ها، میان براتا. بابا نگران نباش، حواسم هست، هیچ کس نیست. بیا پایین کارت دارم. من کتک خوردم، داغونم، من آقا بکشونی پایین. دیوونه ای؟ بیا پایین یه دقیقه. بابا میگم ترکیدم، نمیتونم بیام پایین. بیا بالا. به این لابه منم بگو که آقا من خواهرشم، بود بیا بالا، کسی نبینتت فقط. خیلی خوب بابا، در بزن. بیا. تنهایی؟ نه محمودا. کجا؟ اگه نگفتی بیا تو. تو نگفتم بری که تو همینجا. آخ حالا بمیرم. الان گفتی حالم خیلی بده و نمیتونم بیام پایین، نمیتونم جنب بخورم. این بود کوری؟ چجوری دیگه باید باشم؟ ناراحتی چرا اینجوری هم؟ چرا بدتر از این نیستم؟ عجب آدمی هستی تو، خون ریزی کردم نمیبینی؟ تقصیر خودت دیگه. الکی قهرمان بازی در میری واسه من. تقصیر منه؟ باشه بشکن این دست که نمک نداره. من همون موقع باید آمارتو میدادم که اینجوری کتک نمیخوردم. میدونی از چی دارم میسوزم؟ از اینکه من اینجوری پات واسدادم، بعد تو پشت تلفن داری بهم میگی بکشش. آره بکشش. آره خب پیمان جون بهت میگم خری ناراحت میشی. خب خری دیگه عزیز من. اگه من بهشون نمیگفتم بکشش که تا خود صبح تو رو کتکت میزدم. اگه میتونست بزنه. بود اونجوری دوست داشتی؟ ببین من نمیدونم. من دیگه نمیخوام تو رو ببینم. نه اون باشه شوهرم بود. باشه شوهر، نه اون الدنگ عوضی رو ببینم. من فقط پولمو میخوام. بابا پولمو بدین. خب من واسه همین اینجام دیگه. خب بده پولمو. خب فردا شب مسابقه است. به درک که مسابقه است. پیمان یادت بهت گفته بودم ببین فردا شب یه مسابقه رالیه که یه مش بچه پولدار دارن مسابقه میدن فقط واسه خاطر هیجانش. هیچ از رانندگی بلد نیستن.
اگه من تو با هم دیگه تیم شیم مسابقه بدیم پولشو ببریم میشه واسه جفتمون. برو بابا من با تو پشت خرم نمیشینم. باشه برو هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط پول ما رو بردار بیار. اول شدی آخر شدی پول منو بردار بیار. وضعمون خرابه، اوضاع داغونه ها. تو نمیای با هم تیم شیم؟ نه نمیخوام تیم شیم. مطمئنی؟ بله مطمئنم نمیخوام. بیا برو تا گندش در نیومده. عزیز من اینجا دختر رفت آمد نمیکنه. من آبرو حیثیت دارم جلو همسایه‌ها. من نمیدونم کدوم از خدا بی خبری پا شده رفته استشهاد جمع کرده برای من داستان درست کرد. من تازه دعوت دادم اومدم بیرون. داستان درست نگم. بیا برو دیگه. فقط رفتی به این لابی منم خودتو نشون بده بفهمه رفتی. خیلی خب دیگه میگم خواهرتم. برو بری برنگردی. آوردیش؟ این حال فعلا پیش خودم میمونه. لااقل تا وقتی از حرفات مطمئن شم. دلیلی نداره بخوام دروغ بگم. میتونستم برم درو بشکنم هاردو بردارم، اما انقدر شعور داشتم گفتم تو بیا این کارو بکنی. تو اگه شعور داشتی اون بلا رو سر گیسو تو شمال نمی آوردی. 100 برابرشو سر زندگیم آوردی. وقتی فهمیدی مریضه چرا ولش کردی؟ من ولش نکردم، اون خودش رفت. چرا جلوشو نگرفتی؟ نتونستم. تمام سعیمو کردم نشد، نخواست بمونه. من این هاردو میبرم یه نگاهی بهش بندازم. نمیتونی بازش کنی. قفل روش گذاشتم. خودم باید بازش کنم. باشه. ولی جلوی خودم. منصفانه است. پرونده پزشکی گیسوه. گفتم شاید بیشتر بخوای در مورد بیماریش بدونی. هر وقت خواستیم هاردو باز کنی با هم تماس بگیر. این ساختمون دوربین مدار بسته داره. باشون حرف بزن ببین میتونی تصویراشو ببینی. شاید بفهمی ماشین گیسو رو کی برده. خداحافظ. آقا فقط دارم بهتون لطف میکنم وگرنه باید میرفتی نامه میگرفتی مجوز از پلیس میدادی به مدیر ساختمون. اونم کوتابیان نیستش که. بعد فقط اینجا داستان نشه برای ما مدیر ساختمون بفهمه. فقط انعام شیرینی. از این ساکت میشی؟ شاشا. اینا که تو میگی من میدونم. ممنون از لطفت. ببخشید دیر شد. اشکالی نداره من عادت کردم. صورتت چی شده؟ هیچ. نه واقعا چی شده؟ واقعا هیچی دیگه. خیلی خوب نگو. مدارک لاتاری. چرا اینجوری میگی؟ دروغ که بهت نگفتم که. اینقدر به من اعتماد نداری؟ قرارمون همین بود دیگه. به هر حال من باید مطمئن شم. اشکالی داره؟
اشکالی نداره. نه از این شماره لاتاری عکس میگیرم واسه تلگرام میکنم، برو تو سایت چک کن خیال جمع. خیلی خوب میرم میبینم. درست بود دفعه بعد با چک میام. مسخره کردی منو؟ پول نیاوردی الان، پس برای چی گفتی من بیام اینجا؟ آدم بیشتر با هم آشنا شیم، اشکالی داره؟ بله رضا. چی شده؟ جایی هم بگو چی شده جان. باشه الان میام. باشه من باس برم. کجا؟ بابا این دختر گیسو گم و گوش شده. رضا هم استرس کرده، در به در داره دنبالش میگرده. گم شدن گیسو به رضا چه ربطی داره؟ که خواهرشه دیگه، تو دنبال خواهرت نمیگردی گم بشه اونم دنبال خواهرشه؟ جان مادر دهن‌لقی نکنی بگی من گفتم، بی خیال اصلا نشنیده بگیر. حالا با هم در تماسیم دیگه. تو میدونستی گیسو با سهیل رابطه داره؟ گیسو با سهیل؟ یعنی چی در ارتباطه؟ البته مطمئن نیستم، ولی خب یه بار جلوی شرکت دیدم که سهیل سوار ماشین گیسو شد. خیلی هم با هم صمیمی بودن. راستش فکر می‌کنم اصلا دلیل اختلاف اصلی پگاه و سهیل هم همین بود. پگاه فهمیده بود که سهیل داره زیرابی میره. فهمیده بود یا تو بهش گفتی؟ من بهش گفتم. همیشه همینجوری گند میزنی تو زندگی مردم؟ در حال پگاه دختر خالمه. سهیل نمیتونه غلطی دلش میخواد بکنه منم به خودم نیارم. چه غلطی؟ راجب چی حرف میزنی؟ دو تا آدم نشستن توی ماشین دارن با هم دیگه حرف میزنن. اینجوری باشه من از صبح تا شب دارم غلط میکنم. این میشه خیانت؟ به هر حال پگاه حقش بود که بدونه. در مورد چه حقی داری حرف میزنی؟ تو خودت هم مطمئن نیستی چی دیدی؟ واسه چه همه رو گذاشتی کف دست پگاه؟ آتیش روشن کردی؟ نمیتونی حالش خوش نیست؟ حساس شده الان پاشو بره یه بلای سر خودش بیاره. تو میخوای جواب بدی؟ یه بلای سر گیسو بیاره چی؟ یه زنگ بزن اصلا به پگاه ببینه خبر گیسو رو داره. ببین فقط راجع به گیسو میپرسی و هیچی دیگه نمیگی. هر خبری گرفتی به من زنگ بزن، من باید برم. باشه؟ باشه. بله درسته. الو پگاه خوبی؟ بد نیستم، بهترم. کجایی تو؟ من بیرونم، با یکی دوتا از دوست اومدم برای خرید. الان من تو این حال و اوضاعم تو پاشدی رفتی پی خورشید، نمیفهمم واقعا داری نامزد بازی میکنی؟ ببخشید واقعا همه چی یهویی شد. حالا میام برای تعریف میکنم. خونه ای؟ نه من خونه نیستم، بیرونم. خب کی میری خونه سر بیام پیشت؟ نه نمیخواد بیای، سهیل میاد امروز خونه. سهیل واسه چی؟ شما مگه نمیخواین اصلا جدا شی؟ نه پشیمون شده دیگه. چه میدونم بهت گفتم برمیگردی که. برگشته خونه؟ اونم بعد اون بلایی که تو سرش آوردی؟ من حدسم اشتباه بود بیچاره. نه بابا اصلا با هم دیگه رابطه ندارن. تفلک با گیسوی بدبخت. تو ازش خبر داری؟ از کی؟ گیسو. میدونی کجاست؟ نه من خبر ندارم. چطور حالا؟ هیچی. حالا هر وقت که سهیل رفت زنگ بزن بیام سر پیشت. باشه بهت زنگ میزنم. خدافظ. من هیچی به امضا نکردم. همه چی به نام خودت هنوز. خواستم بدونی من آدم مادی نیستم. هیچ وقتم نبودم. زنده خونت.
هم چای درست کنم تو هم بخوری. کجای پیمان؟ پس چرا نیومدی؟ گندت بزنه که 2000 نمیشه رو حرفت حساب کرد. اصلا نمیخواد بیای. نمیخواد بیای. من اگه میخواستم کارای تو رو تلافی کنم همه لوازم تو گذاشته بودم تو چمدون دم در. خداحافظ. من اهل تلافی نیستم. هیچ وقت نفهمیدی که من چقدر دوست دارم. با شما الان جای نگرانی نیست. آدمی که من نخوام کسی چیزی نمیفهم. من نمیدونم. بلند شاید چشمی اول نگاه کن. رضا هست. کی؟ رضا. چی گفتم بهش؟ گفتم زنم خواهر تو رو کشته، منم باش هم دست شدم. من نمیدونم در باز نکنیم. خودش بره. ماشین دمه دره دیده میدونه اینجایی. در رو واکن. بگاه در رو واکن. سلام رضا. سلام، خوبی؟ میتونم بیام تو؟ آره خوبم. بیا تو. چیزی شده؟ نه، چیزی نشده. من فقط بیرون یک کاری دارم، باید برم انجامش بدم. کجا میخوای بری؟ چه سوالی تو هم میپرسی؟ من باید به تو جواب بدم کجا دارم میرم. نه، همینجوری پرسیدم. من دارم میرم خونه ماماینا یه ذره. تنهایی اینجا دیگه داره اذیتم میکنه خیلی. اونا که ایران نیستن؟ آره بابا فردا داره از آلمان میاد. بر خونه کارگر میاد، بعد خونه رو تمیز کنه. من میرم در براش باز کنم. چرا رنگ و رود پریده؟ حالت خوب نیست؟
نه خوب که زیاد نه دیگه، با این اتفاقاتی که افتاده و سهیل و تنهایی و اینا دیگه تو انتظار داری من چه شکلی باشم؟ چرا نمیشینی؟ بیا تو. اگه اینجوری هستی که لابد میخوای یه حرفی به من بزنی دیگه. بیا بشین حرفتو بزن. چرا اینقدر مشکوکی؟ تو از گیسو خبر داری؟ خبر نداری؟ من برای چی باید گیسو خبر داشته باشم به نظرت؟ آخرین بار که من شمال دیدمش دیگه ندیدمش. چی حالا؟ چیزی شده؟ از سهیل چی؟ از اونم خبر نداری؟ مگه برنگشتی پیشت؟ فکر میکنم که واقعا شوخیت گرفته. سهیل ببین سهیل از این خونه رفته. خب تو هم قشنگ تو همین ماجرا هستی. من نمیفهمم الان این سوالا که میپرسی برای چیه. فقط ازت خواهش میکنم که برو بیرون. ببین پگاه، من اصلا دلم نمیخواد رفاقت چندی رو چند سالمون الکی از بین بره. پس لطفاً وانمود نکن که از چیزی خبر نداری. سهیل کجاست؟ میگم سهیل کجاست؟ پس تو هم احترام خودتو نگه دار. انقدر رو مغز من نرو. واقعا داری اعصاب منو به هم میزنی. دارم بهت میگم نمیفهمم داری چی میگی. من خوب میدونم که سهیل با گیسو در ارتباط بوده. تو هم میدونی. گم شدن گیسو هم به سهیل مربوطه. به تو هم مربوطه. تو هم در جریانی. پای من بی خودی وسط این ماجرا نکش. گم شدن خواهر تو به من هیچ ربطی نداره. خواهرم؟ یادم نمیاد هیچ وقت گفته باشم که گیسو خواهر منه. ظاهرا مهمون داری نه؟ رضا جون بیا برو بیرون. یه هرچی دلت میخواد داری میگی ها. من یه زن تنها مثلا درسته سرم با تو اینجا تنها باشم. بیا برو بیرون. سهیل کجایی بدبخت ترسو؟ سهیل رضا داد نزن. سهیل با تو هم داد نزن تو درم. میگم بیا بیرون. صدا تو بیار پایین. بیا برو بیرون. وایسته کارت دارم. گیسو کجاست؟ گیسو کجاست؟ این همه راه اومد اینجا سراغ خواهر تو از من بگیری. بیا برو بیرون. زر مفرزن سهیل. زر مفرزن. میگم گیسو کجاست؟ یه بار پرسیدی بهت گفتم. بیا برو اونور. بیرون. ماشین شخصی آوردی بیرون. کجا بردیش؟ با تو هم میگم کجا بردیش؟ قاطی کردی تو دستتو بکش. سهیل پاشا نکن. خودم تو فیلم دیدم. دوربین اومدم راسته خونه گیسو. حرمت رفاقت رو داشتم که تنهایی اومدم اینجا. وگرنه با پلیس میمدم. تو رفیقی کثافت. تو رفیقی. دست تو به نازه. مرده. گیسو مرده. مرده؟ چی میگی سهیل؟ درست حرف بزن. چی میگی؟ چطوری؟ نمیدونم رضا. رفتم خونه اش دیدم جنازه‌اش افتاده رو زمین. نمیدونستم چه بلایی سرش اومده. رفتم بالا سرش نفس نمیکشید. ترسیدم بیفته گردن من. تو بودی چیکار میکردی؟ فرار میکردی دیگه. فرار کردم. بعد پشیمون شدم.
گفتم برگردم شب بتونم یه کاری انجام بدم. برگشتم اونجا دیدم کلی نشونی از من اونجاست. هر کی میاد فکر یا من کشتمش. تمیز کردم، جمع کردم، جنازه رو برداشتم بردم. تو این مثل چی کاره بودی؟ تو هم در جریان بودی؟ درسا رابطه این دو نفر به تو گفته بود. رضا خواهش میکنم پای پگاه رو وسط نکشی، موضوع هیچ ربطی به پگاه نداره. خفه شو سهیل، خفه شو. بریم کلانتری. پایین منتظرتم. کجا برم؟ کلانتری. قبلش میخوام بدونم کجا دفنش کردی. مهمه؟ آره برام مهمه. باید بدونم کجا دفن شده. یادم نیست. خیلی عصبی بودم اون شب من رضا. پا گذاشتم رو گاز فقط فرار کردم. بریم هلو و شیشه یادمه. کسی که سنگ دلش شاید یه روزی مهربون بوده، شکستن اعتمادشو وقتی خیلی جوون بوده. هر اندازه که می جنگه بازم حس میکنه بس نیست، مثل تبعید تنهاییش که منتظره هیچ کس نیست. شاید پلوی برگشت و خودش عمدن خراب کرده، هزار بار با سفید باخته، سیاه ها انتخاب کرده. شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشتشو نبخشیده.
اگه بیرحم تو حرفاش، اگه مهگیر و مرموزه تو چشماش، شبه تو شب یه جنگل داره میسوزه، بازم فرارش از اینه که معلوم نشه غمگینه. اونقدر بهش دروغ گفتم به عاشقانه بدبینه. شاید پلای برگشتم خودشم در خراب کرده، هزار بار با سفید باخته سیاه ها انتخاب کرده. شاید به هرکی دل بسته ازش بدجوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشته‌شو نبخشیده.